خیلی‌ها فکر میکنن فقط با ازدواج با شهروند ایتالیایی میشه خیلی راحت اقامت ایتالیا رو گرفت. اما واقعیت اینه که دولت ایتالیا جدیداً خیلی روی اقامت از طریق ازدواج سختگیر شده و موارد زیادی رو کنترل میکنه. سلام، ایوبی هستم، کارشناس کف و پاتروناتو، و تلاشم اینه که با دونستن موارد قانونی و حقوقی بتونین کارهاتون رو درست و به موقع انجام بدین و از زندگی در ایتالیا لذت ببرید. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم چطور به طور قانونی میشه این اقامت رو از طریق ازدواج گرفت، چه مدارکی لازمه، چه اشتباهاتی باعث حساس شدن پرونده شما میشه و چه نکات مهمی رو در کل ایتالیا باید رعایت کنید که کارتون به درستی پیش بره. گرفتن اقامت از طریق ازدواج برای ایتالیا از این راه انجام میشه که یا باید با شهروندی که پاسپورت ایتالیایی داره و شهروند ایتالیا هست ازدواج بکنید، یا با فردی که اقامت قانونی ایتالیا رو داره یا پرمیسو داره. ازدواج رسمی و واقعی باید انجام بشه، ثبت بشه و در اون صورت شما میتونید درخواست پرمیسو دی سوجورنو بکنید که این موضوع در قانون رسمی مهاجرت ایتالیا هم دقیقاً عنوان شده. در چه صورت ازدواج در ایتالیا معتبر حساب میشه؟ ازدواجی که در کمون ثبت شده و در ایتالیا انجام شده، ازدواج مذهبی بنا به مذهب شما که در سفارت کشورتون در ایتالیا ثبت رسمی شده باشه و نامش رو داشته باشین، و ازدواج خارج از ایتالیا چنانچه مدارکش ترجمه تایید شده باشه و در کمون ایتالیا ثبت شده باشه. اگه ازدواج فقط سنتی یا مذهبی باشه اما ثبت رسمی انجام نشده باشه، برای اقامت از اون طریق نمیتونین اقدام بکنید و اعتبار لازم رو از نظر قانونی نداره. مدارک اصلی برای ثبت ازدواج: پاسپورت معتبر متقاضی، شناسنامه، گواهی تولدش، گواهی تجرد یا نولا اوستا. این مدارک باید ترجمه رسمی بشن، باید به تاییدهای رسمی برسن که دو حالت هست. اگر بخواید تو کشور خودتون تایید بشه که باید اونجا به تایید سفارت ایتالیا برسه، و اگر چنانچه توی سفارت در ایتالیا، سفارت کشورتون تو ایتالیا میخواین اون رو تایید بکنید که بعد از تایید سفارت باید به تایید پرفتورا هم برسه که در این صورت قابل ثبت توی کمون هست. آدرس محل سکونت در ایتالیا که باید مشترک باشه با همسر و ثبت بشه که همون رزیدنس هاست که اینجا بهش رزیدنس ها میگن، و مدارک هویتی همسرتون، پاسپورت ایتالیایی و کارت ایدنتیتاش، و چنانچه حالا پاسپورت ایتالیایی ندارن، پرمیسوشون. و همچنین برای ثبت ازدواج حضور 2 شاهد هم لازمه که در کمون حضور داشته باشن. توی بعضی از کمون ها، بعضی از شهرها مدارک جزئی بیشتری هم میخوان که دیگه اون بستگی به شهرتون داره که دقیقاً قبل از درخواست برای گرفتن نوبت میتونید این رو هم استعلام بکنید و به مدارکتون اضافه کنید. به ترتیب مراحلی که لازمه برای ثبت ازدواج و گرفتن اقامت انجام بشه من براتون میگم. مرحله اول ثبت رسمی ازدواج با مدارکی هست که قبلا براتون گفتم. مرحله دوم ثبت آدرس مشترک رزیدنس هاست. این بخش خیلی مهمه چون مبنای محاسبه زمان برای گرفتن پاسپورت ثبت رزیدنتاتون هست. تو خیلی از استان‌ها هم دقیقاً با آدرس شما مراجعه میکنن و کنترل میکنن که آیا واقعاً با هم در یک آدرس مشترک که اعلام کردید زندگی میکنید یا نه. مرحله سوم درخواست پرمیسو دی سوجورنو هست که حالا در هر کمون متفاوته، یا باید مستقیما به کسورای اون شهر مراجعه کنید، نوبت بگیرید برای انگشت نگاری، یا میتونید کیت پر کنید و از طریق اداره پست نوبت بگیرید، یا بعضی از شهرها که به صورت آنلاین پورتال کسورا فعاله و میشه آنلاین هم اونجا وقت بگیرید که از این طریق حالا روز انگشت‌نگاری شما مشخص میشه. مرحله چهارم انگشت‌نگاری و بررسی پرونده است که توی این مرحله که تشریف میبرید که کل مدارک رو باز یه بار دیگه اصل مدارک رو با خودتون میبرید و اونجا قبلا که حالا اونو پست کردید، اگر از طریق پست بوده، اگر نه باز کپیش رو اونجا تحویل میدید، انگشت‌نگاری انجام میشه و منتظر پاسخ کستورا میمونید. آخرین مرحله اینه که کارت ایدنتیتاتون رو دریافت میکنید و پرمیسوتون رو هم دریافت میکنید. برای گرفتن تسار سانیتاریا یا کارت بیمه‌تون هم اقدام میکنید که حالا دیگه تمام مدارکی که شما باید از نظر هویتی توی ایتالیا داشته باشین دیگه کامل هست و حالا باید منتظر بمونید که مدت زمانی که لازمه سپری بشه
و بتونید برای گرفتن پاسپورتتون یا گرفتن کارت بلند مدت 10 ساله اقدام بکنید. معمولا اقامت اولیه که شما میگیرین، یعنی همون پرمسوی اولیه که بعد از انگشت نگاری به شما میدن، 2 تا 5 سال اعتبار داره. برای کسانی که همسرشون پرمسوی ایتالیایی داره و هنوز پاسپورتش رو نگرفته، که این مهلت حد اکثر 2 ساله و مطابق پرمسوی همسرتون انجام میشه. اگر ایشون پرمسوشون 1 ساله باشه، پرمسوی شما هم 1 ساله حاضر میشه. اگر حالا مدت زمانش حتی 10 سال هم باشه، در مرحله اول بیشتر از 2 سال به شما برای شما انجام نمیشه. ولی چنانچه همسر شما پاسپورت ایتالیایی داشته باشن و شهروند ایتالیا باشن که به شما یک کارت پرمسو و یک کارت اقامت 5 ساله میدن که این برای کسانی هست که همسرشون تبعیت ایتالیا رو داره و پرمسو نداره. متاسفانه تو سالهای اخیر به خاطر حالا بعضی از کارهایی که اقامت‌هایی که به صورت ازدواجشون ثبت شده ولی ممکن بوده که واقعی نبوده باشه، خیلی حساسیت روی این نوع اقامت بیشتر هست. حتما باید دقت بکنید که همه موارد رو به درستی رعایت کنید، چون در هر مرحله اگر شک کنن و ثابت بشه که درخواست شما واقعی نبوده، یعنی ازدواج واقعی نبوده، پرونده رد میشه، اقامت باطل میشه، میتونید حتی دیپورت بشین و خب روی تابعیت‌های بعدیتون هم تاثیر میذاره. خب چه مواردی بررسی میشه؟ توی خیلی از استان‌ها حتما کنترل میکنن که زوجین واقعا با هم زندگی میکنن یا نه، آدرس مشترکشون واقعیه، اونجا به اصطلاح حضور پیدا میکنن، کنترل میکنن، حتی ممکن داخل خونه بیان و اونجا دقیقاً کنترل بکنن که آیا با هم زندگی میکنید یا نه. عکس و سابقه اینکه چطور آشنا شدن با هم، اینها رو کنترل میکنن. اینکه حالا بتونن اصلا به یه زبان مشترک با هم صحبت کنن. این نمیشه که شما اصلا نه ایتالیایی بتونید صحبت بکنی، ایتالیایی نتونید صحبت بکنی و همسرتون هم مثلا اگر شما انگلیسی بلدی نتونه انگلیسی صحبت بکنه و نه ایرانی صحبت بکنه، فارسی صحبت بکنه، بعد شما ادعا کنید که با هم ازدواج کردید. چون من مشتری داشتم، متقاضی داشتم که خب پروندهشون به همین علت که هیچ کدوم یعنی زبان مشترکی نبوده که هر دو بتونن باش صحبت بکنن، درخواستشون به تعویق افتاده و به مشکل برخوردن. پس این رو حتما باید بدونید که اینها کنترل میشه، چون مصاحبه‌های جداگانه هم با شما انجام میشه. به صورت جداگانه با شما تو اداره پستورا مصاحبه میکنن و سوالایی رو از شما میپرسن. پس مهم هست که اطلاعاتتون درست باشه، هماهنگ باشه که بتونید کارتون رو به درستی پیش ببرید. و بررسی های پلیس اداره مهاجرت واقعا برای موضوع خیلی جدیه. آیا در ایتالیا با این اقامت اجازه کار دارید؟ بله، طبق قوانین ایتالیا اقامت خانوادگی اجازه کار، تحصیل، خدمات درمانی و افتتاح حساب بانکی رو به شما میده و نیازی نیست که این اقامت به کاری تبدیل بشه. یعنی شما با پرمسوی موتیو فامیلیاره که از این طریق میگیرین، میتونید تمام این حقوق رو داشته باشین و کارتون رو انجام بدین. برای گرفتن پاسپورت ایتالیایی و تابعیت ایتالیا، اگر با شهروند ایتالیایی ازدواج کرده باشین، بعد از 2 سال زندگی مشترک قانونی در ایتالیا که آدرس اون توی کمون ثبت شده باشه، میتونید برای تابعیت درخواست بدین. اگر فرزند مشترک داشته باشین که این زمان نصف میشه و میشه 1 سال. شرط مهم دیگه هم داشتن زبان ایتالیاییه که باید حتما مدرک B1 رو داشته باشین، که این موضوع بعضیا رو غافلگیر میکنه، چون فکر میکنن که برای ازدواج لازم نیست مدرک B1 داشته باشن. ولی جوری برنامه‌ریزی کنید که در انتهای 2 سال مدرک زبانتون رو هم گرفته باشید. آیا برای گرفتن اقامت توی استان‌های مختلف تفاوتی وجود داره؟ ببینید دوستان، قانون در کل ایتالیا یکسانه، مواردی هست که من گفتم، اما اجرای پرونده ممکنه بسته به استان متفاوت باشه. مثلا توی میلان، روم، بولونیا گاهی زمان انتظار خیلی طولانی تره و بررسی ها خیلی سخت‌تر و به دفعات بیشتری انجام میشه، مصاحبه ها دقیق تر هست، اما اصل قانون یکیه و نکاتی رو که من خدمت شما گفتم چیزی که در کل ایتالیا حاکم هست. اشتباهاتی که ممکنه پرونده شما رو حساس کنه یا رد بشه چیه؟ اینکه آدرس مشترکتون رو قانونا ثبت کرده باشین
ولی جدا از هم زندگی کنید و در بررسی‌هایی که کسورا انجام میده به صورت حضوری نتونه شما رو اونجا ببینه یا حضور شما اونجا اثبات بشه. مورد بعدی تناقض تو مصاحبه هاست که به طور جداگانه با شما مصاحبه میکنن و اگر چیزایی که شما میگین تناقض داشته باشه و هماهنگ نباشه به مشکل میخورین. اگر مدرکی به هر صورت جعلی باشه و درست نباشه که خب خیلی مشخصه که به مشکل برخواهید خورد. اگر ازدواج رو به موقع ثبت نکنید باز هم همینطور. اگر کسی که متقاضی گرفتن اقامت هست حکم اخراج داشته باشه، مشکلات امنیتی داشته باشه، مشکلات امنیتی کیفری جدی داشته باشه، باز خب قطعا که مشکل خواهد داشت. و اینکه نتونین ثابت بکنید که چطور با هم آشنا شدین. برای کسانی که حالا از خارج از ایتالیا میخوان برای ازدواج اقدام بکنن حتما اینو کنترل میکنن که چطور با هم آشنا شدید و آیا با هم میتونید به زبان مشترک صحبت بکنید یا نه. پس این رو حتما در نظر داشته باشید. یه نکته خیلی مهم رو که حالا خیلی وقتا سوال دوستانی هست که از من میپرسن اینه که اگر متقاضی ازدواج اینجا توی ایتالیا حضور داره و همسایه کسی که میخواد باش ازدواج بکنه شهروند ایتالیایی هست، اگر پرمیسوش باطل هم شده باشه باز هم میتونه برای ازدواج اقدام بکنه و هیچ مشکلی نداره. یعنی لازم نیست که حتما پرمیسوی معتبر داشته باشه و در صورتی که حکم اخراج از ایتالیا رو نگرفته باشه، مشکلات کیفری نداشته باشه و در هر صورت پرونده خب از طریق کسرا بررسی میشه و تصمیم نهایی رو اونا اعلام میکنن. اما دوستانی که پرمیسوشون هم باطل شده میتونن برای ازدواج از طریق شهروند ایتالیایی اقدام بکنن. بعضی وقتا پیش میاد که دوستان اقامت ایتالیا رو با تابعیت اشتباه میگیرن. وقتی از طریق ازدواج اقامت میگیرین هنوز شهروند ایتالیا نیستین، یعنی پاسپورت ایتالیایی به شما همون ابتدا نمیدن و تابعیت کامل ندارین. اقامت یعنی اجازه زندگی و کار، اما تابعیت یعنی شهروند رسمی شدن، گرفتن پاسپورت ایتالیایی و داشتن حق رأی. پس گرفتن اقامت یا پرمیسو مرحله اول این مسیر هست و پایان اون نیست. یه توضیح کوتاه اینجا بدم. باز این یه سوالیه که دوستان از من میپرسن. برای کسانی که حالا همسرشون هنوز پاسپورت ایتالیا رو نگرفته یا خودشون 2 سالشون سپری شده ولی به خاطر نداشتن مدرک زبان نمیتونن پاسپورتشون رو بگیرن، چنانچه 5 سال از اقامتشون گذشته باشه، میتونن برای کارت 10 ساله اقدام بکنن برای پرمیسوی 10 ساله که البته جزئیات خیلی بیشتری داره که براش یه ویدیو جدا من تهیه کردم. حتما به مراجعه بکنید و بدونید که باید چه مواردی رو داشته باشین. ولی خب این هم خواستم بگم این امکان هم هست که کارت 10 ساله رو هم بگیرید، حالا به هر دلیل اگر نمیتونید پاسپورت رو بگیرید. و این کارت خب مزایای بیشتری داره و از یه سری حقوق‌های برخوردار هستین که با پرمیس‌های کوتاه مدت امکانش نیست. در هر صورت خب اقامتش پایدارتره، مدتش بیشتره. بعضی اوقات برای اینکه بخواید کار وام‌های بانکی بگیرید یا کار انجام بدید معتبرتر هستش. خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که برای شما مفید باشه. حتما این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارین، ممکنه که اطلاعاتش به اونها کمک بکنه. البته من راجع به موارد خیلی بیشتری توی کانالم صحبت کردم. حتما هر موردی رو که به دنبالش هستی میتونید سرچ کنید و اگر که ویدیوش رو پیدا کردین تماشا کنین، اگه نه حتما برای من کامنت بذارین که راجع به چه موضوعی برای شما مفیدتر هست اگر من بتونم ویدیویی رو تهیه بکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و موفق باشید.